سلام بینندگان گرامی. محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و رئیس پیمان ملی تاجیکستان تشکیل جناح نظامی مخالفین در تاجیکستان را یک امر طبیعی دانسته است. و در یک صحبت با رسانه‌های نزدیک به مخالفین گفته است تا چند سال پیش استفاده قوه و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان رد می‌شد، اما بعد از حادثه‌های اوکراین جهان تغییر کرد. وی گفته است که چرا روس‌ها و اوکراینی‌ها برای آزادی خود از سلاح استفاده می‌کنند و چرا باید تاجیکان چنین کاری انجام ندهند. به گفته او حکومت رحمان مخالفین به سلاح را ناچیز می‌داند. محی‌الدین کبیری در حال چنین نظر داده است که چند قبل اندری سرنکا تحلیلگر نظامی روس در تلگرام خود از تأسیس جناح مسلح نظامی مخالفین تاجیک خبر داده است. تا کجا در شرایط کنونی تأسیس جناح نظامی منطقی است و آیا این عمل تاجیکستان را به یک جنگ شهروندی دیگر ঠেলে نمی‌دهد؟ جناب کبیری در صحبت با ما قرار دارند. خوش آمدید. شما اخیراً گفتید که تا چند سال پیش استفاده قوه و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان رد میشد، اما بعد از حادثه‌های اوکراین جهان تغییر کرد و سوال گذاشتید که بسیاری از مخالفین معتقد شدند چرا دیگران از سلاح برای رسیدن به آزادی استفاده برند و تاجیک حق استفاده آن را نداشته باشد. منظورتون چی است؟ خوش میکنم. منظور ما این است که ملت تاجیک در طول این سالهای مبارزه سیاسی خود حداقل در 30 سال بعد از امضای سازشنامه تمام تلاش خود را کرد که بار دیگر ملت به سلاح برنگردد و مبارزه‌های سیاسی در چارچوب قانون و با استفاده از راه‌های مصالحت‌آمیز ادامه پیدا کند. اما حکومت جمهوری تاجیکستان در همزمان با این تلاش‌های اپوزیسیون و مردم تمام کارها را کرد که راه‌های مصالحت‌آمیز مبارزه را ببندد، از طریق انتخابات دیگر هیچ نتیجه به دست نبیاید و ظلم و شکنجه، سرکوبگری و از صحنه دور کردن نیروهای اپوزیسیون سال به سال سخت‌تر و بدتر شدن گرفت و این در مجموع نه تنها اپوزیسیون را بلکه ملت را به این نتیجه رساند که با حکومت مثل حکومت امامعلی رحمان با راه‌های مصالحت‌آمیز مبارزه بردن هیچ فایده ندارد و بعد از حادثه‌های افغانستان و جنگ اوکراین این حرف یا این دلیل ها قوی تر شدن که چرا تمام دنیا می تواند تمام ملت ها برای رسیدن به آزادی و هدف های خود از سلاح استفاده برد مگر ملت تاجیکی ما را ذهن ما را به سمت بردن که شما همه ظلم و همه شکنجه را تحمل کنید اما هیچگاه درباره مبارزه مصالحانه فکر نکنید، زیرا این یک تابو یا یک موضوع بسیار هم برای ملت تاجیک حرام حساب می شود. جناب کبیری شما همچنین جناب کبیری شما همچنین گفتید که چرا استفاده سلاح نیرو تنها در اختیار یک طرف یعنی رژیم دیکتاتوری رحمان باشد که او هر وقتی بخواهد و چه خیلی بخواهد از نیرو استفاده برد، اما ملت در مقابل او خلی سلاح شده باشد و ناتوان و ناچیز باشد. رژیم رحمان یک حکومت قانونی است که باید نیروهای مسلح داشته باشد. طرف دیگر در اساس اصل حقوقی کدام اصل حقوقی و قانونی مسلح می شود و آیا این عملا اعلان جنگ نیست؟ و هم تصدیق قرار دادگاه تاجیکستان که پیمان ملی تاجیکستان را اکسترمیستی و تروریستی می نامد، این چی؟ نه اصلا این اعلان جنگ نیست. پیمان ملی تاجیکستان و تمام حزب و حرکت‌های شامل پیمان از آن جمله نهضت اسلامی تاجیکستان بر این اعتقاد دارند که اولویت باید به مبارزه مصالحت آمیز و بدون خشونت داده شود. این موقع پرینسیپالی ما هست، تا آنجایی که امکان دارد ما در این موقع خواهیم ایستاد. اما در یک حکومت یا در یک کشوری که واقعا دموکراسی است و قانون رعایت می شود، پیش از همه قانون از طرف خود حکومت باید یک طرف سلاح داشته باشد، اونم حکومت، و اونم باید در اساس قانون استفاده برد. اما در کشوری که نه قانون وجود دارد و حکومت هر وقتی که بخواهد، نه اینکه حکومت ما اینجا نباید حکومت را گناهکار کنیم بلکه یک گروهی مسلحی که به طور مافیازی کشور را اداره میکنند و تمام قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست گرفتن، اونا معین میکنند که زیدی کی و کی این سلاح را استفاده برند. وقتی که زید همسایه استفاده نبرند، برای حمایت مرز و بوم استفاده نبرند، فقط برای سرکوب کردن ملت این سلاح استفاده می شود، در اون صورت ملت تاجیک هم حق پیدا میکند مثل همه ملت‌های دنیا که بیاد از خود، از کرامت و شرافتش از طریق سلاح حمایت کند تا آن روزی که ضرورت به سلاح است.
همون روزی که دیگر ضرورت به سلاح نماند مطمئن باشد که ملت تاجیک هیچگاه دست به سلاح نخواهد زد. ببینید تا زمانی که اندری سرنکو در رابطه با این مسئله ننوشت، آیا در میان هیئت‌های اپوزیسیون یعنی مخالفین چنین حرفای میرفت که همین گونه یک نیروی مسلح آماده کنن و سازماندهن و براه اندازن؟ نه، در بین رهبریت اپوزیسیون، دایره‌های سیاسی این گونه صحبت‌ها و این گونه برنامه برای تأسیس یک جناح نظامی نبود و هنوز ضرورت به اون حد نرسیده است که ما در این باره بحث کنیم و تصمیم بگیریم. اما در بین دایره‌های پایین‌تری اپوزیسیون، بین مردم، بخصوص جوانانی که روز به روز از عملکردهای حکومت و از روش معتدل و مصالحت‌آمیز اپوزیسیون ناراحت میشوند، ناراضی میشن، در بین آنها این گفتگو الکی آغاز شده بود. این خبرها و تحلیلات به ما میرسید. همین است که وقتی که این خبر درباره تأسیس یک جناح نظامی پیدا شد، من این را خیلی طبیعی قبول کردم، برای آنکه از قبل این گونه تحلیل‌ها و این گونه نظرها در بین جامعه وجود داشت. شما فکر میکنید که همین گونه یعنی تأسیس یک نیروی مسلح امکان دارد در حال حاضر؟ بله، 100%، برای که حکومت تاجیکستان تمام کارها را کرد تا اینکه این نیرو به وجود بیاید. شما از یک ملت چی میخواهید وقتی که سرکوب شود، زنهایش حتی زندانی شوند، نیمی ملت مهاجر، اپوزیسیون وجود نداشته باشد، یک خانواده تمام کشور و ملت را غصب کند، شما از این ملت چی انتظاری دارید که ملت باز صبر کند و فقط بگوید که ما با راه‌های مصالحت آمیز و بدون خشونت این مبارزه را دوام میدیم، در صورتی که خود ملت میبیند که این نتیجه نخواهد داد. مبارزه مصالحت آمیز نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکرات، حزب تاجیکستان نو و تمام گروه ها چی نتیجه داد که امروز ما ملت را متقاعد کرده بتوانیم که خب شما هیچگاه رو به سلاح نیاره، راه یگانه مبارزه سلاحی مصالحت آمیز است. بنابر همین من فکر میکنم که خود حکومت تاجیکستان تمام کار را کرد تا اینکه ملت به این نتیجه برسد و اگر خدای کند من باور دارم که هیچگاه به جنگ شهروندی نمیکشد، برای اینکه ملت دیگر اون ملت پیشینه نیست، با ملت بازی کرده نمیشود و این سلاح را اگر ملت هم بگیرد تنها برای دفاع از مبارزه مصالحت آمیز خود میگیرد تا آن وقتی که حکومت دست به یگان جنایت نزند. اما اگر بالفرض همین جنایت را حکومت کرد، تمام مسئولیت به دوش حکومت خواهد بود. جناب کبیری، شما مثلا و رهبرای تقریبا اکثری نیروهای مخالفین در خارج تاجیکستان قرار دارند. اگر در صورتی که شما میگویید که حتی امکان هم دارد تأسیس یک گروه مسلح، چگونه میتوانید، با چی تکیه میکنید شما که این گونه یک گروهی را میتونید به راه اندازید؟ نه، ما به هیچ وجه این گروه را به راه نمیاندازیم، به راه انداختنی هم نیستیم. خصوصا شما هم تاکید کردید که ما در خارج و در اروپا قرار داریم. وقتی که اپوزیسیون یا نیروهای مبارز تاجیک میگیم، منظور تنها پیمان ملی تاجیکستان نیست و اپوزیسیون هم از پیمان تشکیل نیافته است. اکثر نیروهایی که امروز آمادن علیه این نظام ظالم مبارزه برند خارج از پیمان ملی تاجیکستان هستند و در خود کشور در منطقه هستند. بنابراین خواهش میکنم که بین پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروها آمیخته نشود. فکر نمیکنید که بعد از همین صحبت شما و اون صحبت هایی که با دیگر شبکه ها انجام دادید، الکی طرفداران شما در داخل مورد تعقیب قرار میگیرن؟ یک مشکل پیش آنها به این هم مورد تعقیب قرار دارند. مثلا بگیرید شما خانواده استاد نوری را که اصلا از سیاست کنار رفته بودند و برعکس با بعض صحبت‌هایشون طرفداری از حکومت میکردن، بالای سر آنها چی مصیبت آمد. شما یگان نفر فعال در داخل کشور را دارید که خود را همچون انسان آزاد احساس کند و در امن باشد. من فکر میکنم که به این هم طرفداران ما زیر شکنجه و فشار بودند و در آینده هم خواهند بود و اصلا مبارزه دیگر قربانی میخواد. اگر ما بگیم که در نتیجه مبارزه ما هیچ کس در داخل و خارج زیر فشار قرار نگیرد، پس هیچگاه ملت تاجیک به آزادی نخواهد رسید. پس شما چی پیشنهاد دارید؟ چیکار باید کرد که نه سلاح به دست گرفته شود و هم مسئله ها به خوبی انجام شود؟ چی پیشنهاد دارید؟ ما پیشنهادهای خود را در شکل برنامه پیمان ملی تاجیکستان در حد بیشتر از 70 صفحه نشر کردیم. در آن گفته شده است که باید که این حاکمیت از قدرت برود، اصلاحات ساختاری در تاجیکستان صورت بگیرد، اصلاحات اقتصادی، مهاجرین مردم به کشور برگردند و در نتیجه یک انتخابات آزاد با شرکت همه نیروهای سیاسی ملت بتواند حکومت خود را انتخاب کند و آینده کشور را بسازد. با اون روشی که حکومت امروز ادامه داده ایستاده است،
ما راه جز این نداریم که باز یک برخورد دیگر در تاجیکستان صورت میگیرد، همونطوری که در کشورهای دیگر صورت میگیرد.